پیخری به ناموز هیچی میگوی که من در خونه زن دارم و فرزند دارم و زندگی دارم و اکه 30 ساله و 40 ساله شدی چیزی اکه آیم چه به شورتیک پوشی رایی در پیش خلق خلایق ما را شرمنده کردی همه گفته زوجن گشوی فلانی تای شورتیک گشت تای کوچه به کوچه مسکوه آیو سر لیچ پای لیچ کده تای شورتیک را گشتن ده آمین بری که پیرخر به ما را 4 سومه روی کنی که ما در همی جمعی سغیرات قطی بخریم نم بریم گیش نگیر آخیه به ناموز میدونی که مردمی حد همسایه ها هر یک تلفن های در دست دگونه های منن که میبینی دهنت میکنه هر روز قطعی شو به تلفن های دیدنه گپ میزنن کارای مردم هم میبینم این پیشروی های حد همسایه هم میبینم هش پیش من میره پیرخر کودکای تو حالی در همی شرایط تنگی و امانی میکروند نفکر خیال تلویزیون میکنن تو باشی در همون مسکوه گشتن بگی کودکای تو حالی هم میکروند نفکر تلویزیون بگردن حالی بیش حالی میگردی با همی پیش من میای حالی با میای پیرخری بیناموز پیرخر اکه همی اخیرون گبه میزنم 1 ماه دیگر عزتت میکنم بیای پیرخر نیای میرم یک شوی ایمادار و اینترنت دار میگیرم نبته در همون جا بگشتن بگی تای شورتیک پشمای پاهات برمدگی گوسپندی انگاری وره حالی میگردی انا بعد من در اینجا بگردم دوستان عزیز شما در کانال ساریک پرو هستید من افطوری کانال سلام خوش آمدید به کانال ما ابونه شدن و لایک رو موندن رو از رویدن برارید تا که پیشروی ما از همه دستگیری های شما وابستگی دارد دوستان عزیز ما کوشش میکنیم که در ویدیوهای آینده باز هم تعریف شما را بالیده بگیریم خوش تا ویدیوهای آینده سربلند و خانه آباد بمانید